و شیخ شیخینا محمد ابن سالم ابن عبدالودود الهاشمی، استاد ما محمد ابن سالم ابن عبدالودود هاشمی رحمت الله علیه میگویند که ارجو ان اکون ممن مت بالوظیفه و نشرت بعفائها. من امید میکنم که از جمله شخصانی باشم که به وظیفه وفات کردم و به سبب سبکدوش شدن از وظیفه دوباره زنده شدم. چی معنی دارد؟ حتی شخصی که با شیخ این صحبت را داشت نفهمید همین سخنشان را. گفت که یعنی چی؟ وقتی که پرسید که شما یک وقتی وزیر بودید، محمد ابن محمد سالم ابن عبدالودود هاشمی تقای استاد ما هست و استادشان هست. خیلی میخواستم از همین شخص علم گیرم. بعد اینکه دانشگاه مدینه را تمام کردیم نیت داشتیم که یک مرتبه به تاجیکستان آمده اهل و عائله را مانیم و نزد همین موی سفید رویم پیش از وفاتشان دریافت کنیم و علم گیریم که سال 2009 هم از دنیا گذشتند. دریافت نکردیم مگر درس هاشون رو تماشا میکنیم از طریق یوتیوب. خلاصه محمد ابن محمد سالم یک شخصیتی بودن که در سن 5 سالگیشان یک بیت شعری گفتن که استاد ما میگن که در دنیا از روزی که الله تعالی آدم را آفریده است تا امروز حال یگان کس در یک بیت 7 نام علم را جایگیر کرده نتوانست از غیری تقای محمد سالم ابن عبدالودود الهاشمی در سن 5 سالگیشان گفته بودند. در بالا یک چارپا یعنی خر اکرمکم الله می نشینند. اهل دیه برای گرفتن آب به لب بحر می رفتند. بعد وقتی که از آن طرف آبهای گرفتند بالا یک چارپا به آب ماندند، مقصد ظرف های آب را، و در بالای همون ظرف ها محمد سالم که کودک 5 ساله بود نشست. وقتی که اینقدر بلند در بالای آبها میشیند قدش بلند میشود. بعد به همین خر خطاب کرده شعر میگوید که تو اگر چی خری با نه فقط خری عادی، با خری ماده هستی، لیکن تو از فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان 7 نوعی اسب‌های ذاتی را نامبر میکنند که اینها را علم میکن در لغت عربی. نام شهر، نام انسان، نام حیوان، این خیلی چیزا علم حساب میشود. 7 نام را در یک بیت جایگیر میکنند. بعد آنهایی که میشنن آمده به پدرشان بابای استادمان محمد علی ابن عبدالودود الهاشمی آمده نقل میکنن که همین خیلی شعر گفته. اون شعر هم موجود است در نزد ما. خلاصه به نهایت عالم کلام بودن. حتی وقتی که در سن 14 سالگی میگن تمام علم های دین و دنیا را تمام کردن. بعد این در باقی مانده فقط ثقافات میخواندن. لهجه مردم یمن چه خیلی است و لهجه مردم مکه چه خیلی است و فرق لهجه مکه و فرق لهجه مدینه و چیزای اضافگی، یعنی این چیزای ندانستن همیشه که پی ندارد. علاوه به علم شریعت و علم دنیا با این چیزای می آموختن. وقتی که اون وقتا در موریتانیا چی نبود، دانشگاه های رسمی نبود، دانشگاه اسلامی که مقصد حجتیت نبود، بنابراین به تونس رفتن. به تونس رفته به دانشگاه حقوق داخل شدن. حقوق شناسی، یعنی دموکراتی بود دولتی، لیکن برای فقط گرفتن حجت به دانشگاه داخل میشن. در مدت 1 هفته بر وقتر میروان و حالی در سر نشده است. تمام منهج دراسی 4 ساله را خوانده برآمده همیشه به نظم میکشن. 4 ساله که مردم همین کتاب‌های باید خواند همیشه خوانده میبرن و همیشه با نظم به میکشن، کتاب میکنن در شکل نظم.
قانون دولت استاتیه 307 استاتیه 401 فلان فلان ماده های همشه گرفته به نظم میکشن در مدت یک هفته. یعنی بسیار عالمی کلان هستن. خلاصه وقتی که وزیر شدن، بعد از وظیفه باز سبکدوش شدن. اکنون یک شخصی از کدام استودیو آمده درباره تاریخی ترجمه حال ایشان صحبت میکند و سوال میدهد. بعد درباره وظیفه شان سوال میدهد که مقصد به بلندترین عالیترین وظیفه که رسیدید وزیر بودید، درباره وزارت چی میگوید؟ بعد همینجا میگم که من امید میکنم که از جمله شخصیت های باشم که به وظیفه مرده باشم و بعد سبکدوش شدن دوباره زنده شده باشم. این چی معنی دارد؟ میگم که بعضی انسان ها به وظیفه زنده میشد. یعنی تا وظیفه او یک شخصی مرده بود و نه عمل داشت، نه خدمت به این دین مقدس اسلام داشت، نه خدمت به مسلمان ها داشت و یک باره به کدام راه به وظیفه رسید، سپس مردم او شناختند. یعنی به سبب وظیفه زنده شد. وقتی که از وظیفه رفت دیگر باز و هیچ کس احترام نمی کند، باز یک شخصی نیست و نابود می شد. گفتن که من امید میکنم که از جمله شخصیت های باشم که بعد اینکه صاحبی وظیفه شدم مرده باشم و بعد از وظیفه سبکدوش شدن دوباره زنده شده باشم. یعنی بسیار علما بزرگواران از وظیفه میترسیدند، طلب نمی کردند و آنهایی که وظیفه را طلب کردند آنها چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یاردم داده نشدند.